حضور به موقع داشتن توی فرزند پروری یعنی چی؟ امروز میخوام درباره یکی از بنیادی ترین چیزهای فرزند پروری صحبت کنم. چیزی که اگر درست فهمیده نشه تربیت تبدیل میشه به یک جنگ فرسایشی بین شما و فرزندتون. اسمش هم شاید ساده به نظر بیاد ولی پشتش یک دنیا علم خوابیده. حضور به موقع والد. سلام دوستان، من دنیا نجفی هستم، روانشناس بالینی کودک و نوجوان. حالا حضور به موقع یعنی چی؟ اگه بخوام فقط توی یک جمله بگم یعنی اینکه بچه تو باید حس کنه که تو براش قابل دسترسی، هم از نظر ذهنی، هم از نظر احساسی و هم از نظر زمانی، نه اینکه فقط جسمت کنارش باشه. خیلی همون فکر میکنیم چون که تمام روز خونه بودیم یا کنار بچه‌مون بودیم یا براش غذا درست کردیم یعنی خب در کنارش بودیم دیگه. ولی حضور فقط بودن فیزیکی نیست. حضور واقعی 3 بخش داره: حضور عاطفی، حضور ذهنی و حضور لحظه‌ای. میخوام هر کدومو با مثال کامل برات بازش کنم. اولیش حضور عاطفیه، یعنی کودک حس کنه که دیده میشه. بذار خیلی ساده بگم. بچه وقتی زمین میخوره و گریه میکنه، تو با گفتن اینکه چیزی نشده مشکلش رو حل نمیکنی. تو در واقع داری احساسش رو نادیده میگیری، نه از روی بدجنسی، از روی این باور غلط که اگه بگم چیز مهمی نیست آروم میشه. ولی حقیقت مغز کودک این نیست. کودک با دیدن اینکه تو احساسش رو دیدی آروم میشه، نه با شنیدن اشکالی نداره. مثلا بچه زمین خورده، میگی که ترسیدی، درد گرفت، بیا بغلت کنم. این یعنی حضور عاطفی، یعنی من هیجان تو رو میبینم حتی اگر برای من کوچیک باشه. همین جمله های ساده ستون های دلبستگی امن رو میسازن. کودک قبل از اینکه بفهمه دنیا چطوری کار میکنه باید بفهمه که من کوچیک احساساتم اهمیت داره. دومیش حضور ذهنیه، یعنی پدر و مادر از واکنش های اتوماتیک بیرون بیاد. این بخش خیلی به پدر و مادرها میچسبه چون اکثر شماها باهاش درگیرید. تو ممکنه کنار بچه باشی ولی فکرت 1000 جای دیگه باشه: کار، موبایل، استرس، قضاوت، خستگی. توی این حالت کودک یک رفتار کوچیک انجام میده و تو به جای اینکه بفهمی این رفتار نشونه چیه سریع برمیگردی به واکنش‌های قدیمی و اتوماتیک خودت. چرا لجبازی میکنی؟ باز شروع شد. حرف زدن با تو فایده نداره. حضور ذهنی یعنی قبل از واکنش 1 ثانیه مکث کنی، مثل اینکه دکمه توقف رو بزنی، بعد به خودت بگی این رفتار الان از کجا میاد؟ این بچه چی نیاز داره؟ وقتی حضور ذهنی داری رفتار کودک رو شخصی سازی نمی کنی. نمیگی میخواد اعصابمو خورد کنه، چون واقعیت اینه کودک نمیتونه انقدر پیچیده برنامه ریزی کنه که اعصاب تو رو خورد کنه. اون فقط یک احساس خام رو بیرون ریخته. این مکث کوتاه کیفیت تربیت تو رو از زمین تا آسمون تغییر میده. و سومیش حضور لحظه‌ایه، زمانبندی درست، نه عجله و نه بی‌تفاوتی. کودک توانایی صبر کردن مثل ما بزرگسالا رو نداره. سیستم عصبیش تحمل تأخیر رو نمیکشه. تو وقتی به کودک میگی صبر کن ممکنه برای تو فقط 5 دقیقه باشه ولی برای کودکت یک عمره. پاسخ به موقع یعنی در بازه‌ای که کودک هنوز از نظر هیجانی فرو نپاشیده پیامت رو برسونی. این به این معنی نیستش که هر خواسته‌ای داشت فوراً انجام بدی، بلکه به این معنیه که قبل از پاسخ دادن احساسش رو تایید کنی و به رسمیت بشناسی. مثلا بچه میگه که الان بیا بازی و تو واقعا در حال آشپزی هستی، به جای اینکه بهش بگی که نه الان وقتش نیست بهش میگی که میخوای الان با من بازی کنی، دلت میخواد الان کنارت باشم، بذار این کارمو تموم کنم بعدش میام پیشت. این یعنی حضور لحظه‌ای. حس میکنه که نیازش دیده شده حتی اگه خواستش انجام نشه. چرا این حضور تا این حد مهمه؟ به زبان ساده بگم،
مغز کودک مثل یک ساختمون در حال ساخت و سازه. اگر در دوره حساسش حضور ایمن پدر مادرش نباشه، این ساختمون با پایه‌های لرزون بالا میره. کیفیت حضور پدر مادرش مساویه با کیفیت اتصال عصبی کودک و این یعنی رشد هیجانی، رشد شناختی و حتی رشد رفتاری. کودکی که حضور به موقع رو دریافت میکنه، رابطه رو میسازه، اعتماد میکنه، بهتر حرف میزنه، کمتر قشقرق راه میندازه و مهمتر از همه احساساتش براش قابل فهمتر میشه. وقتی شما پدر مادرها خودتون از لحاظ هیجانی تنظیم شده نباشید، زخمی از گذشته داشته باشید یا توی لحظه آشفته باشید، نمیتونید برای کودکتون در دسترس ذهنی باشید. و چیزی که بچه دریافت میکنه این نیستش که مامان خسته است، بلکه من ارزش توجه کردن رو ندارم. برای همین شما باید گذشته خودتون رو بشناسید، زخم‌های حل نشده‌تون رو ببینید و آگاهانه حضورتون رو بسازید. حالا یه مثال کاربردی بزنم براتون. فرض کنید که از سر کار برگشتی، خسته‌ای، سردرد داری. کودکت میدوه بهت میگه که ماما نگاه کن چی ساختم. تا اگه بدون حضور ذهنی جواب بدی میگی باشه حالا بعدن، الان نه. ولی اگر فقط 5 ثانیه مکث کنی و حضور داشته باشی، میتونی همین رو اینطوری تغییر بدی. میبینم که خیلی هیجان داری، بیا این چیزی که ساختی و بذار روی میز، 1 دقیقه به من وقت بده، بعد کامل نگاهش میکنم. برای کودک زمین تا آسمون فرق داره. تو حالت اول احساس دفع میشه، ولی تو حالت دوم احساس دیده میشه. حرف آخرم اینه که حضور یعنی کودکم احساس امنیت رو در کنارم تجربه بکنه. نه ترس، نه نادیده شدن، نه سردرگمی. حضور یعنی من به عنوان یک والد قبل از اینکه رفتار کودک رو قضاوت کنم، حالش رو ببینم و با این 3 قدم، یعنی حضور عاطفی، حضور ذهنی و حضور به موقع، در واقع دارم پایه‌های دلبستگی ایمن رو میسازم. اگر این 3 مورد رو درست شکل بگیره، نصف مشکلات رفتاری کودکان از بین میره، بدون تنبیه، بدون تهدید و بدون دعوا.